میدونید جان من نمیدونم شما در فیسبوک خوندید یا نه یک شخصی که در قزاقستان یعنی یک مقاله چاپ کرد اویدی آزمونی میز دوشنبه که او خودش تاجیک است یعنی تاجیکی گویم که بیبی و بابایش سال 1930 کوچ بستند به قزاقستان و در همونجا مکان خود رو اونم تنقید کرد کسی؟ نه برعکس او وقتی که گفت که من وقتی که شنیدم که با زبان تاجیکی گپ زن من دویدم نزد آینه نیلگون اویلم میگود همسرم زیاد تماشا میکرد و من شیشتمو گوش کردم میگود احسن آفرین که شما تکیه به همین زبان ناب تاجیکی زیاد میکنید ببینید پیش از همه ما باید زبان مادری خود رو خوب بدونیم همین طور هست یا نه یعنی زیاد حرفای بودن یک وقتایی که نه اونقدر خوب یعنی خریبدای کیمچی یعنی این چیزو ببینید وقتی که دختر رو میبینی میگوی خریبد بای حیوان نیست کو اما متاسفانه تا حال همین چیزا رو استفاده میبرن و من ضد این سخن ها هستم من برعکس کوشش و تلاش دارم که دخترهای ما زیاد نه دانستن زبان های خارجی این خوب است اما پیش از همه تو باید زبان ناب مادری خود رو خوب بدونی و وقتی که این قزاق یعنی این شخص یوسف جان امیرов خودش که تاجیک است یک مقاله نویست و گفت که من فخر میکنم که من تاجیکم و من که در همون قزاقستان زاده شدم من با قزاقی گپ میزنم خب ما با این موضوع برمیگردیم شنونده عزیز ما در مورد میس دوشنبه صحبت داریم و رادیو از پلوس این که دستگیری اطلاعاتی این چرابینی بسیار خوبی فرهنگی را به دوش دارد و ما همچنین به خصوص آمدیم که چون سوال ها زیاد شد در فیسبوک نظرها زیاد شد اندیشه ها زیاد شد تنقید ها زیاد شد و به خصوص آمدیم که دو نفر از مسئولین این در افیر ما باشند خورشید مصطفی‌یف و محپایکر یورو در افیر ما هستند شما امکان دارید که سوال بدید رقم تلگرامی ما 828 4 0107 است اگر خواهید تلفنی هم میتونید سوال پیشنهاد کنید 44 6 107 107